آیا نام علی رضی الله عنه در قرآن آمده است؟ قرآن کریم میفهمد انه لدى الله فی الکتاب فی الکتاب لدى الله علی حکیم. این منظور علی هست. نام علی در قرآن کریم آمده است به عنوان شخصیت حکیم، مثل لقمان حکیم که حکیم بوده است. لدى الله در نزد خدا در کتاب ثبت شده است که علی حکیم این امت است. نام امیرم، نام حضرت هم در قرآن آمده. حاج آقا واقعا ثابت کردی که شاگرد آقای قزوینی هستی. جناب حجت الاسلام، چون این آیه‌ای در قرآنی که ما مسلمون ها میخونیم وجود نداره. حالا شاید در قرآنی که در چاه جمکران یا سرداب سامرا نزد امام زمان خیالی شماست باشه، یا شاید هدفتان این آیه سوره زخرفه. و انه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. و به راستی قرآن در لوح محفوظ نزد ما ثبت است و ارجمند و حکمت آمیز می باشد. جناب حجت الاسلام، چون این تفسیری که شما از این آیه نمودید هیچ خبری از اون در تفاسیر اهل سنت و شیعه نیست. نمیدونیم دلیل شما برای چنین تفسیری چیست. البته اگر آیات را بخوانید متوجه خواهید شد که سیاق آیات در مورد قرآن کریم و صفت آن هست. اما اینکه شما تونستید نام علی رو در قرآن بیابید و بزرگترین آرزوی جهان تشیع رو برآورده سازید، مستحق جایزه ارزشمندی از طرف روافض هستید. البته علمای شیعه منکر وجود نام امام علی رضی الله عنه در قرآن کریم هستند و میگویند اگر نام علی در قرآن بود دشمنانش قرآن رو کاملا نابود میکردند. با هم این کلیپ رو ببینیم. نه تنها تحریف نمیشد، از تحریف نباید دیگه سخن بگیم، باید بگیم اصلا دیگه قرآنی وجود نداشت اگر نام امیرالمؤمنین درش می آمد. ولی اون چه که ما برش باور داریم اینه که این تحریف انجام میشد و به هر حال خداوند میخواد قرآن رو حفظ کنه و لذا نام رو درش به کار نبرده. آخه حاج آقا این چه کاری بود کردید؟ یادت رفته بود که فرمودی نام علی به صراحت در قرآن برده شده؟ راست گفتن، دروغگو حافظه نداره. آخر ما ندانستیم که نام علی رضی الله عنه در قرآن هست یا خیر. حاج آقا شما رو به خدا این همه ضد و نقیض نگید و مردم رو بیش از این سرگردان نکنید. دوستان، متوجه شدید که علمای شیعه ذکر نشدن نام علی رضی الله عنه در قرآن را این گونه توجیه می کنند: اگر نام علی در قرآن بود دشمنانش قرآن را کاملا نابود می کردند. اما آنها فراموش نمودند که اگر این گونه می بود نام پیامبر اسلام نباید در قرآن ذکر می شد، چون دشمنان ایشان به مراتب بیشتر از دشمنان علی بود و ایشان در رأس اسلام بوده و مشرکین مکه و یهود و منافقین و قدرت‌های خارجی و غیره خواهان از بین بردن ایشان بودند. اما می‌بینیم که قرآن بنابر وعده الهی از هر گونه تحریف و دستبردی مصون مانده. می‌بینیم نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم و ذکر و ثنای صحابه و اهل بیت و دیگر حقایق دین مبین اسلام در آن می‌درخشد. قرآن کریم می‌فهمد انه فی الکتاب لدى الله علی حکیم. این منظور علی هست. نام علی در قرآن کریم آمده است به عنوان شخصیت حکیم که قرآنی وجود نداشت اگر نام امیرالمؤمنین درش می آمد. لدى الله علی حکیم. این منظور علی هست. نام علی در قرآن کریم آمده است به عنوان شخصیت حکیم، مثل لقمان حکیم که حکیم بوده است. لدى الله در نزد خدا در کتاب ثبت شده است که علی حکیم این امت است. نام امیرم، نام حضرت هم در قرآن آمده. نه تنها تحریف نمیشد،
از تحریف نباید دیگه سخن بگیریم، باید بگیم اصلا دیگه قرآنی وجود نداشت اگر نام امیرالمؤمنین درش می آمد. ولی اون چه که ما برش باور داریم اینه که این تحریف انجام میشد و به هر حال خداوند میخواد قرآن رو حفظ کنه و لذا نام رو درش به کار نبرده. نام امیرم، نام حضرت هم در قرآن آمده. خداوند میخواد قرآن رو حفظ کنه و لذا نام رو درش به کار نبرده.